مشاهدینان محترم و گرامی قدر، بسیاری برادران زان در مورد شب براءت میپرسم. خب در روسیه یعنی که در تاجیکستان یک روز پیش، یک روز قبل، امروز در روسیه، امشب در روسیه، پگاه در تاجیکستان. شرط این نیست یا مقصد ما اینه که عبادت کردن. شاید امروز بگیم اگر امروز نباشد، شاید فردا باشد، نه هیچ کس نمیدونه. برای همون شاید که خطا کنه انسان. مهم عبادت اگر باشه انشاءالله هر روزه در کمی از قرآن خوندن، در 2 رکعت علالاقل نماز نفل خوندن و ذکر اگر مشغول بشیم، اگر انشاءالله تعالی همون شبها را منتریو میکنیم. همون شبی که شبی قدر باشه، که شبی براءت باشه، که دیگر شبهایی که مثال عبادت در نزد الله با قدر تره، شبها را با چنین استطاعت بگذرونیم، اگر انشاءالله صاحب اجر میشیم. و پشت این گشتن در کار نیست که کدام شبه میخیله. همین هر شب 2 رکعت نفل کمک از صفحات قرآن تلاوت کردن، کمک از ذکر. الله متعال با رسول خدا چی میگه؟ قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. شب کم خیز، نیم شب که از نیمش کمتر شه. یعنی مقصد خیستنه، یعنی از شب تا سحر بیدار شدن، بیدار ماندن نیسته. یعنی که از شب بعد از نماز خفتن تا سحر بیداری ماندن نیسته. یعنی همون یک قسمت شب در عبادت مشغول شدن، مشغول کردن خود به ذکر خدا و دور شدن از کارهایی که مثال در کار نیسته شد. انشاءالله تعالی که مفهوم شد برادرای عزیز. برای من پشت شب برات و شب قدر نگرده، بلکه همون مثال رمضان باشه، اگر رمضان شباشه بختان یک درس بکنیم که مثال هر روز من 5 ورق قرآن میخونم، 10 ورق قرآن میخونم. همون 10 ورقه 3 ورق 4 ورق شد که 5 ورق شد، نیم پاره شد، شب مثال میخیزم میخونم 5 ورق قرآن خوندم. اگر شب کمک ذکر میکنم، مثلا ذکرهای سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، یا اینکه اینا مثال 100 بار یا که زیادتر، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، یا اینکه صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، بهترین صلوات اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. بعدا عدد شماری نکنین. بعضی مثال برادرها هستن که میگه 1000 بار صلوات گفتم. اگر تحقیقات ببری، اما 1000 بار صلوات بوار که خودش نمیفهمه که چی خونده است. آستا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعدا استغفار بسیار کردن، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بسیار گفتن استغفر الله. و بعدا مثال با ذکرها هستن، ذکرهایی که مثال کردن در کاره، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه. یا اینکه دعاها هستند در خاتمه مثال اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. این دعا را 3 مرتبه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بعد بهترین دعا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هر فرد مسلمان باید این دعا کنه برای عاقبت هر کار دنیا و آخرت به خیر باشد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها و اجرنا من خزي الدنيا و عذاب الاخره. یک بار دیگه تکرار میکنم. بسیار دعای مهمه، فضیلتش هم بسیار بلنده. اگر انسان مواظبت کنه به همین دعا عاقبت دنیا و آخرتش به خیر میشه و انشاءالله خوب میگذرد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. بارو پروردگارا، بارو الها عاقبت، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، بارو الها عاقبت همه کارهای ما را در یعنی دنیا با خوبی خاتمه بخش. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها و اجرنا و ما را نجات بتی و اجرنا من عذاب. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها و اجرنا من خزي الدنيا و ما را نجات بتی از پستی، از خواری، از ذلت و مشقت دنیا، خوار شدن در دنیا. و اجرنا من خزي الدنيا و عذاب الاخره و از عذاب آخرت. بینید چقدر دعای بزرگه، بهترین دعا حساب می شود. هم از خوار شدن و ذلیل شدن و یعنی بسیار پس شدن دنیا و همچنان از پس شدن و خوار شدن و عذاب آخرت. یک بار دیگه تکرار میکنم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها و اجرنا من خزي الدنيا و عذاب الاخره. بهترین دعا، بهترین دعا برای همون انشاءالله تعالی برادران عزیز مفهوم شید، فهمو شید. وقتانه بفایده صرف نکنین. همین روزا بسیار انشاءالله که قیمتی های، رمضان هم نزدیک های، شب براعت نکوبه برادر عزیز. همین 1 ساعت خطانه در شب به خوبی بگذرانین انشاءالله ثواب همون شب میگیرین. برای به همه معلومه که چی در غریبی باشیم چی در تاجیکستان باشیم اکثر ما مشغول با کار دنیاییم. برای همین شب چطوری که گفتم اینقدر به قرآن گذراندن، اینقدر به ذکر در خاتمه به دعا مقصد صرف کنین. همون 1 ساعت شب هم اگر بتونین انشاءالله که نصیبی همون بهترین شب میشین. فقط که همین تا رمضان، بعدا رمضان هم همین خیلی بسیار قدرم که باشد انشاءالله دایره میکنین و شب براعت هم که باشد انشاءالله دایره میکنین. همچنان آموخته میشیم انشاءالله دیگر شبا هم 1 ساعتی هم که اگر صرف کنیم 1 ساعت نیم ساعت صرف کنیم اگر با قیام اللیل و با تهجد انشاءالله که ثواب میگیریم. انشاءالله تعالی باوری دارم که با ما مفهوم شد، یعنی فهم شد. الله متعال ما را توفیق بندگی و توفیق عبادت نصیب کنه و جمله کسانی که خوبی را شنویدن، یعنی سخن خوب را میشنوند و نصیب میکنه به آنها که عمل هم به همون سخن را میکنند. وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.